بله، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. هنوز هیچ تماسی با ما گرفته نشده. اگر واقعا ما به دنبال تبلیغات بودیم این گونه حضرت استاد تشریف نمی آوردن بشینن اینجا خطا رو باز بگذاریم برای شبکه‌های وهابی، تماس بگیرید برای مناظره. اگر به دنبال فرافکنی نیستید، اگر فقط شعار نمیخواید بدید، شبکه ولایت، اساتید شیعه مرد عمل هستند. در مناظره وقتی میگن ما برای مناظره میآییم، این گونه میان میشینن اینجا، در وقتی که معمولا در این ساعت هم برنامه زنده از شبکه ولایت پخش نمیشه حضور پیدا میکنن، با کمال افتخار سینه رو سپر میکنن، سوال مطرح میکنن. بیاید جواب بدید. اگر نمیتونید جواب بدید، صحبت میکنید برای موضوع دیگه‌ای، برای تایم دیگه‌ای. اصلا اگر دوست داشت آقای خدمتی بیاد روی خط و موضوع رو مشخص بکنیم، تایم ها رو بگذاریم برای مناظره در جلسات آینده، شرایط رو بگیم اگر دوست داشتن. اگر نه که تماس نگیرید. بینندگان ما میفهمن که شما فقط اهل هیاهو هستید و اگر پای عمل به وجود بیاد این گونه ما بیایم جلو، شما فرار میکنید، انگار نه انگاری که ما اومدیم برای مناظره. خب تا تماس وصل بشه انشاءالله، ما همچنان امید داریم، چون شبکه کلمه اعلام کرده که ما مناظره خواهیم کرد در این خصوص با استاد انصاریان و آقای خدمتی، انشاءالله تماس خواهند گرفت و انشاءالله حرفای اینها از روی باد هوا نخواهد بود و دروغ نگفتن به بینندگانشون. تا تماس ایشون وصل بشه ما در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی بفرمایید تا انشاءالله تماس وصل بشه، ببینیم شما چه آماده کردید و مطالبی اگر دارید در خدمت. حالا دیگه استاد مطالب کامل فرمودن، من خودم حضرت استاد عذرخواهی میکنم قبل از اینکه فرمایشتون آغاز بشه من درخواست میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند به هیچ عنوان خطوط رو مشغول نکنم. خطوطی که برای شبکه‌های وهابی گذاشتیم منتظر باشید تا شبکه‌های وهابی تماس بگیرن. ما عذرخواهی میکنیم پیشاپیش از بینندگانی که اگر به اون خط تماس بگیرن ما مجبوریم که یک سری محدودیت‌ها حداقل امشب دیگه تماسشون رو وصل نکنیم. من خواهش میکنم از بینندگان عزیز که خط‌ها رو خلوت نگه دارن، ما منتظر تماس شبکه‌های وهابی هستیم. حضرت استاد بفرمایید. خب استاد انصاریان فرمودن و مدارک رو کامل مطرح کردن و خب من خودم قدیما من برای ایشون می‌دیدم و استفاده می‌کردیم زیاد از مطالبشون. اون که کتاب‌هایی که قبلا نوشته بودن درش آدرس‌ها دقیق و کامل اینجا الحمدلله دیگه نیاز به تکمیل مطلب نیست، چون همه رو فهمودن. ولی من چند تا نکته متفرقه عرض بکنم. این شبکه‌های وهابی دیگه همه میدونن اینها اهل سنت نیستن و شاید بیش از 500 تماس ما داشتیم جدا از پیامک‌های تماس پخش شده در شبکه که اهل سنت گفتن اینها شبکه ما نیستن. اونم نه اهل سنتی که حالا معلوم نباشه کیه، کسی که بارها تماس گرفته با شبکه ما و عقیده خودشو مطرح کرده، بارها با ما بحث کرده، مخالفت کرده با ما سر خیلی از عقاید، ولی بعد میبینن این شبکه‌های ما نیستن، اینا به دروغ میگن شبکه اهل سنت هستیم. به چند دلیل من برای شما بعضی رو مطرح بکنم که از آن بدونند. دلیل اول، فحش‌ها و اهانت‌هایی که اینها به علمای اهل سنت داشتن. خب اون موقعی که آقای عبدالله حیدری متهم کرد علمای اهل سنت رو که به اینها جیره‌خوار هستند و شروع کرد به اهانت کردن به اونها و لعنت کرد اونها رو، علمای اهل سنت داخل ایران رو لعنت کرد. خب ما پخش کردیم که هم دیدن که این چه شخصیتی داره. وقتی میاد علمای اهل سنت داخل ایران لعنت میکنه، میتونه سنی باشه. این آمد و به عایشه همسر پیغمبر جسارت کرد که از اینها گفت عایشه همسر پیغمبر سفیه بوده. خب میدونید حکم کسی که به عایشه جسارت کنه در نظر اهل سنت، حالا منبع این حکم رو کار نداریم درست یا غلطه، اما علماشون فتوا دادن اگر کسی به عایشه جسارت کرد حکمش قتله و خود اهل سنت صداشون در اومد. کار به جای رسید که از اینها گفت نه سفیه اون زمان معنی بدی نداشته. ایشون 50 جلد کتاب ترجمه کرده ها. 50 جلد کتاب اومد هفته قبل بود، 2 هفته قبل بود. بله. خودش گفت برام 50 جلد ترجمه کردم. تعجب میکنم شما اول سوره بقره رو نگاه میکردی الا انهم هم السفهاء. سفهاء اون موقع سفیه به معنی اهانت نبوده. شما میگید عایشه روایت داریم سفیه بوده، این اهانت به عایشه نیستش؟ همونجا اهل سنت برخورد کردن باهاشون. میون کلامتون ما در نهج البلاغه امیرالمؤمنین درباره عایشه داریم. بعد از جنگ جمل بعضیا اومدن توهین بکنن، امیرالمؤمنین فرمود فلح الحرمة الاولی. شما بعد احترام روزگار پیغمبر رو برای عایشه حفظ بکنید. دیگه اومدن گفتن ما میخوایم عایشه رو به کنیزی بگیریم، در جنگ اسیر شده. حتی گفتن همسر پیغمبر، مادر شما به حساب میاد، شما با مادر نمیتونید ازدواج کنید که. اما عجیبه که اینا عایشه رو میگن صفی. خیلی عجیب. اهانتی که آقای سجودی به سید الشهدا علیه السلام کرد
کار به جای رسید خود آقای سجودی اومد در شبکه گفت من چیزی گفتم که عبدالله حیدری که دیگه حتی متخصص در حتاکی است، آقای سجودی گفت عبدالله حیدری به من گفت تو اهانت کردی، این حرف توهینه. وایل لمن کفره نمرود، وای به کسی که نمرود رو تکفیر بکنه یا هرچه بگندد نمکش میزند. وای برو بگن نمک. که عبدالله حیدری میاد میگه این حرف آقای سجودی اهانته. خود آقای هاشمی تو که دیگه از برنامه‌اش گفت بله این اهانت بوده. باز دوباره اومد برنامه دوم سوم همین تکرار کرد و آخرش کار به جای رسید نه خودش شبکه کلا شدن مدافع آقای سجودی، همون حرفا رو تکرار کردن. هر کس ما از مطرح کردنش هم شرم داریم. اهانتی که رسما به مهدی کردن، حالا چه مهدی چه مهدی السنت، اون فحش رکیکی که آقای عقیل هاشمی به قول آقای ملازاده عقیل بی عقل، واقعا بی عقله که این کارو در تلویزیون میکنه. حالا میخوای اهانت کنی برو در خونه خودت یه کسی نبینه تو ماهواره. اون جسارت رو به مهدی کرد. خب همه میدونن مهدی حضرت مهدی از ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمه. قبول ندارن مهدی رو. از این بیشتر اصلا رسما آقای خدمتی که امشب بنا بیاد برای مناظره که نیامد منکر اصل مهدویت شده از بیخ. یه کتابی داریم المهدی فی کتب اهل سنت، نزدیک 400 صفحه است. اینقدر روایت کتب اهل سنت از امام مهدی نقل کردن. بله. جالب نیست بن باز مفتی اعظم عربستان میگه هر کس که منکر مهدویت بشه کافره. هر کس منکر مهدویت بشه کافره. آقای خدمتی علنا منکر مهدویت. آقای ابوالقاسمی تو حیات دوم مسجد النبی اسم 12 امام شیعه رو نوشتن، مهدی رو هم نوشتن. یعنی نمیتونستن منکر این بشن که تو کتابای خودشونه. بله. خب این وضعیتشون. به بیننده های شیعه و سنی جسارت کردن. من فقط بعضش رو مطرح بکنم. به ایرانیا گفتن که صادرات غیر نفتی ایران زنه و گفتن ایرانیا وحشی هستن. همین شبکه‌ای که الان ادعای دفاع از ایرانی و ایران رو داره ما کلیپاش ما رو پخش کردیم قبلا. به بلوچ ها گفتن که فهمشون کمه و برداشتشون به خاطر اینکه فهمشون پایینه از بعضی از مطالب اشتباهه. متأسفانه چه جسارتی به بلوچ ها کردن. گفتن کردها در یه شهرشون صدها فاحشه خانه دارن. گفتن ترک ها یاغی هستن. یعنی هیچ قبیله یا اینا همون کاری که وهابیون علمای اهل سنت گفتن هر گروهی رو به بهانه تکفیر کردند. همین روش رو پی گرفتند اومدند گروه های مختلف رو به بهانه های مختلف مورد توهین قرار دادند. به علمای شیعه و سنی جسارت کردند. به خانواده های شیعه جسارت کردند و اون حرف رکیکی که آقای حیدری زد و تا چند وقت هم خودش گیر کرده بود که من چجوری توجیهش بکنم و آقای سجودی گفت اگر همچی حرفی زده باشه من از این شبکه میرم. بعد نشون داد نه، این به قول استاد دلارهایی که حالا بعد نه آقا ریال عربستان، نه عربستان واقعا دلاره، دلار عربستان پولهاش همش به دلار در اروپا ذخیره میشه، ریال نیستش و حساب کتابی که با اروپایی میکنن تمام به دلاره، با اینکه باید به ریال باشه. اینا رو شما در نظر داشته باشید. و یک دفعه جات براشون نقل کنم. بعد از علمای اهل سنت اومدن اینجا، ما جلسه‌ای داشتیم با هم بعد از ایام هفته وحدت بود، مهمانی بود، با هم غذا خوردیم. تا خبردار شدن گفت این غذا زهر مارتون بشه. به علمای اهل سنت اینجوری جسارت میکنن. کاریکاتور حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کشتن در شبکه‌اش نشون دادن. این چه کارایی شما میکنید؟ واقعا شما میخواید اسلام رو ترویج کنید؟ میخواید مردم رو جذب بکنید؟ اگر میخواستید مردم رو جذب کنید با این اهانت ها مردم جذب نمیشن. یه مقدار فکر داشته باشید، یه مقدار عقل داشته باشید. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. واقعا اینا روش جذب مردم بلد نیستن. حالا اقلا مسیحی ها میان یه مقدار روی خوش نشان میدن، مؤدبانه صحبت میکنن. اینا نه، اینا رو بلد نیستن، فقط با توهین و با جسارت. خب این کارهایی که اینا انجام دادن یک طرف عمومی به حساب میاد.
اون برخوردهاشون نسبت به آنچه در کتب اهل سنت هم آمده طرف دیگه. خب حالا بگیم فرض این عالم سنی رو قبول نداره، این ایرانی ها این گروه قبول نداره، شخصیت سید الشهدا در نظر شیعه رو قبول نداره، اما بیاد فضائلی که در کتب اهل سنت با سند صحیح در مورد اهل بیت آمده منکر بشه. یک عبارتی است که در شعب الایمان آقای بیهقی میگه که شبیه همین رو علمای معاصر اهل سنت گفتن. میگه معنی محبت چیه؟ معنی حب نشر دادن محاسنه. اگر شما به کسی علاقه داری، میاد میگه و اذا ظهر ان حب الصحابه من الایمان، وقتی شما حب رو جزو ایمان دونستی، راجع به صحابه میگه، اعتقاد به فضائل داشته باشی، بهش اعتراف بکنی، جایگاهی که داره قبول داشته باشی و محاسن و نیکی های اونها رو نشر بدی. این کارو نکنی یعنی چی؟ یعنی حب نداری. کسی که حب به اهل بیت نداشته باشه میشه چی؟ میشه ناسبی. و خصوصیت های ناسبی در کتب اهل سنت آمده، ما بارها مطرح کردیم. ناسبی رو کافر میدانند. اگر کسی با نسب از دنیا بره، با دشمنی اهل بیت از دنیا بره، علامت حرامزاده بودن که در کتب اهل سنت به تواتر نقل کرده. خب شما اقلا یه مقدار آبرو برای خودتون حفظ بکنید. شما با این کار آبروی پدر و مادر و خودتون رو میبرید. لااقل بیا بگو نه من اهل بیت رو دوست دارم، فضائل مطرح بکن. سنیای زیادی در این فضائل نقل کردن مطرح میکنن، اما شما مشخص دشمنی خاص با اهل بیت دارید. یکیشون اومد گفت آقا اصلا قدیری نبوده. قدیر در صحیح مسلم اومده، اصل قدیر رو منکر شد. و خیلی قضایا دیگه که ما کلیپشو در شبکه پخش کردیم و همه مستحضر هستن. لذا میدانیم بارها ما گفتیم بیان مناظره، خبری نشد آقای حسینی هنوز؟ نه، اگر خبری بشه قرار است که اتاق فرمان اعلام بکنه. من منتظر هستم، تمام تمرکزم که بفرمایند و خیلی مشتاق، ولی خب هیچ وقت خبری فکر نمی‌کنم بشه. من همین مقدار بسنده کنم، حالا اقلا بیننده ها رو یه مقدار ما تماسشون رو بگیریم اگر ممکن باشه. بله، حالا اگه فکر خوبی اگر اتاق فرمان اینا که نمیان. بله، حالا اگر با این که من عرض کنم خدمت شما اینا اعلام کردن هر زمانی که شما برای مناظره جناب استاد انصاری بیارین ما حاضر هستیم، اینطور گفتن. خب شما که تشریف نداشتین میدونستن اینها. اعلام کردن هر زمانی ایشون برای مناظره بیان ما آماده ایم. همچین بزرگم میکنن قضیه رو که برای ما هیچ مشکلی نیست. خب الان آقا ما از قبلم اعلام کردیم، مثل شما نبوده که خودمون بی خبر و اینا. شما شرط هم گفتید هر زمانی، ما هم طبق شرط شما عمل کردیم. الان آماده هستیم، تشریف بیارید. اهل سنت منتظر هستن تا ببینن آیا شما واقعا جرأت دارید به حرفهای خودتون عمل کنید یا نه. خیلی خدمت. بسیار عالی. من باز هم دارم تاکید میکنم اگر امشب برای وهابی ها، شبکه‌های وهابی اگر برای مناظره امشب تماس نگیرن، گیر دام بدتری خواهند افتاد. من دارم از الان میگم، آخر برنامه میگم اون گیر چی هست و به دنبال فرار نباشید، قطعا به بنبست خواهید خورد. من چند تا از پیامک‌ها رو بخونم. اتاق فرمان به محض اینکه تماس گرفته بشه به من لطف کن اطلاع بده. من منتظر هستم، همه بینندگان عزیز منتظر هستن. البته خب با توجه اینکه ما فکرش هم می‌کنیم که اینها بخوان به هر حال اقتدا بکنن و فرار بکنن از این مناظره، تماس‌ها زیرنویسش برای بینندگان عزیز روی خط بیان. وسط تماس‌ها هم هر وقت اینها زنگ زدن ما تماس‌ها رو قطع می‌کنیم، بلافاصله میریم روی موضوع مناظره. منتها فرار نکنید شبکه‌های وهابی، ما منتظرتون هستیم. اینجا نشستیم دو کارشناس بزرگوار خارج از ساعتی که ما معمولا برنامه زنده داریم در شبکه ولایت منتظر هستن. حتما تماس بگیرید، بهتون اطلاع داده شده، قبلا هم در شبکه ولایت تیراژش پخش شد. اما چند تا از پیامک‌های عزیزانی که برای ما پیام فرستادن رو بخونم. آقای علی مرادیان نسب فرمودن که سلام، خسته نباشید خدمت همه شما کارکنان شبکه ولایت و همچنین آقای انصاریان. به خدا قسم بغض گلویم را گرفته. اسلام رو با حرفهای منبر آقای انصاریان در 5 سال پیش یافتم. و دعاشون میکنم. وهابیا از پس لوله‌کش آقای شریفی بر نیومدن. خودتون رو خسته نکنید. حالا ما نفهمیدیم به هر حال ایشون شغلش چی بود. اینا که گفتن بازپرس ویژه دادگاه روحانیت. آقای خانم علیزاده از بابل. حاج آقا انصاریانی وهابیا فکر مسلمان کشتن هستند. شما حیف وقت گرانبهایتان نیست که برای این وهابی ها صرف کنید. برادر عزیز من فامیلشون نمیتونم بخونم، شاید اشتباه فرستادن الفاظش رو، از شهر کرمان. با سلام خدمت شما عزیزان، مطمئن باشید روی خط نمیان. اونا فقط بلدن توی شبکه کلمه چه چه بزنن. شماره 0911 آخر شماره ایشون 9258. استاد انصاریان شبکه کلمه را تعطیل کردید، دست مریزاد. آقای امیدی از آران و بیتگل.
ما از آقای انصاریان تشکر میکنیم که با وجود گرفتاری زیاد و کهولت سن برای دفاع از اهل بیت تشریف آوردن. 0912 آخر شمارشون 7515. سلام، منتظر نمونید چون وقتی روز میاد خفاشا جرئت نمیکنن بیان بیرون چون چشمایشان نمیبیند. آقای خانم عابدی از شازند عراق. فقط بگم خاک پای شما هستم استاد انصاریان، نور چشم شیعه هستید استاد بزرگوار ما. آقای رضا بن سلطان از مشهد. سلام استاد گرامی، از امام زمان برایتون توفیق خواستم. شما با نفس حقتان دل حضرت زهرا رو شاد کردید. المیرا ارمنی مسلمان شده. تبریک هم عرض می‌کنیم خدمت ایشون که دین خودشون رو تغییر دادن و اگر میدانند اسلام حق هست رو به اسلام و تشیع آوردن. سلام علیکم. سلام ویژه بنده خدمت برادرم و افتخار جهان تشیع که سالهاست از منبرشان بهره میبرم. آرزوی طول عمر با عزت برای حضرت استاد دارم. 0936 آخر شمارهشون 65 که حالا پیامک‌ها زیاد هست، من به همین اندازه بسنده میکنم. اتاق فرمان تماسی گرفته نشده از طرف شبکه‌های وهابی با ما. یک شبکه شیعه، تمام شبکه‌های وهابی در موندند از مناظره با علمای شیعه. در یک شبکه شیعه اگر 1000 شبکه هم بودن میماندن در مناظرات. البته من این نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه بریم برای تماس‌های شما عزیزان، فرصت هم محدود هست، خیلی انتظاری از این کارشناسان نداشته باشید و خیلی این مباحث رو گردن کارشناسان نیاندازید. درسته که اینها حالا بی‌توجهی میکنن، بی‌دقتی میکنن و به قول معروف سوتی‌های خیلی بدی میدن، ولی خب تفکری نیست که بشه ازش دفاع بکنی. اصلا این کارشناسان نه شما فکر میکنید قدرترین کارشناس شیعه بخواد از این تفکر دفاع بکنه. خب نمیشه دیگه، وقتی که تفکر باطل هست نمیشه دفاع کرد. من این رو دارم در گوشی خدمت بقیه از بینندگان عزیزی میگم که شاید توی ذهنشون این باشه که خب اینها نمیتونن بیان برای مناظره، افراد دیگه شاید باشن که بتونن با شیعیان مناظره بکنن. ما ان شاء الله هنوز که هم تماس گرفته نشده دیگه اتاق فرمان. بله، من خدمت اساتید عرض بکنم که آیا این شبکه وهابی کلمه استاد ابوالحسین شما دیدید برنامه‌شون رو، برنامه‌ای که اینها داشتن برای مناظره بعضی از برنامه‌هاشون من داشتم. بله، آیا بیانیه‌ای که استاد ما انصاریان آقای انصاریان داده بودن رو اینو پخش کردن یا خیر؟ چون من کامل نرسیدم اون برنامه‌ها رو ببینم. بیانیه رو که نشون دادن ولی اونایی که من دیدم بخش آخر بیانیه رو نشون نمیدادن، چون در بخش آخر بیانیه اعلام فرمودن که ما اگر یه شخص همتراز علمی باشه حاضر به مناظره هستیم و به صورت شبکه به شبکه، ولی اینها تا اونجا که من دیدم اینو نشون ندادن که ما آماده مناظره هستیم. فقط همون بخش اول شده، همون من ترجمه رو پخش کردن که شما هرگاه شبکه کلمه توانست در مناظره با یک کاسب شیعه موفق شود و از اضطراری که آن بیننده محترم برای مدعیان اسلام در حضور جهانیان ایجاد کرد خلاص شود، به یکی از مستمعین سخنرانی هایم اجازه خواهم داد تا در مناظره با آن شبکه حاضر شود. من ترجمه اینو چطور نشون دادم، اما حالا آخرش که به اصطلاح مربوط به اینکه ما آماده مناظره هستیم و شبکه به شبکه که بیان قرار بذارن، اینو من ندیدم پخش کردن. حالا اگر بوده اقلا بتونم آقا ما اینو پخش کردیم این مقدارشو بهمون خبر بدن. بله، بسیار عالی. هنوز هم تماسی گرفته نشده. اتاق فرمان مستقیم بریم برای تماس‌ها یا میان برنامه داشته باشیم. اتاق فرمان اگر به بنده لطف کنن و بفرمایند که مستقیم. بله، ما بیننده ها رو بگیریم. فقط من خواهش میکنم بینندگان عزیز فقط یک دقیقه در مورد اینکه چرا این شبکه‌های وهابی دارن از این مباحث فرار میکنن و اینکه به هر حال حاضر نمیشن برای مناظره، میان ادعا میکنن، خودشون میگن ما حاضر برای مناظره هستیم و درخواست مناظره که از طرف شیعیان بود رو تایید میکنن و بعد خودشون فرار میکنن. چرا؟ در یک دقیقه ان شاءالله بینندگان عزیز بعد از میان برنامه که دیدیم برگشتیم در این خصوص صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید، با برنامه رو در رو در خدمتتون هستیم.